به نام خدا، مریم رضایی هستم. موضوع امروزمون در مورد پاکسازی ذهن و روح برای بازگشت به آرامش هست. آیا هرگز از خواب بیدار شدین و احساس کردین که هنوز سنگینی یا خستگی روی شونه هاتون باقی مونده باشه و صدای افکار توی سرتون اونقدر بلند و زیاد هست که هیچ صدایی رو نمیشنوید و نمیتونید برای طول روزتون تصمیم گیری کنید؟ همه ما روزانه با هزاران فکر و احساس مختلف دست و پنجه نرم میکنیم. این افکار مانند غباری روی آینه روح ما می نشیند و اجازه نمیده که حقیقت زندگی رو به خوبی ببینیم. بسیاری از انسان‌ها فکر می‌کنن که آرامش از دنیای بیرون شروع میشه، اما حقیقت این هست که آرامش یک انتخاب آگاهانه و درونیه. ما باید یاد بگیریم که چطور افکار سمی ذهنی خودمون رو بیرون بریزیم. برای این کار به شناخت آشفتگی‌های ذهنی و ریشه‌های استرس باید بپردازیم. بسیاری از مردم تصور می‌کنند که استرس فقط یک حس گذرا هست، اما واقعیت اینه که ذهن ما مانند یک ظرف هست. وقتی این ظرف با نگرانی‌ها و خاطرات تلخ پر بشه، دیگه جایی برای شادی و آرامش باقی نمیمونه. شما هر روز اطلاعات جدید میگیرید، اما به ندرت به ذهنتون فرصت میدین تا این اطلاعات رو پاکسازی کنه. این انباشتگی باعث میشه که شما احساس خستگی مفرط داشته باشید، حتی اگر خواب کافی داشته باشید. خستگی ذهنی بسیار سخت‌تر از خستگی جسمیه، چون شما هرگز نمیتونید از اون فرار کنید. شما باید بدونید که ذهن نیاز به استراحت فعال داره. استراحت فعال یعنی شما آگاهانه تصمیم بگیرید که افکارتون رو مدیریت کنید. پاکسازی ذهن اولین قدم برای رسیدن به سلامتی کامل هست. شما با شناسایی این گره‌های ذهنی میتونید اولین قدم رو برای بازگشت به مرکز آرامش خود بردارید. سریع‌ترین راه برای اینکه ذهن رو از وضعیت بحرانی خارج کنید، یادگیری تنفس درست هست. اکثر ما به صورت سطحی نفس میکشیم و این کار باعث میشه اکسیژن کافی به مغز نرسه و حس اضطراب بیشتر بشه. وقتی شما آگاهانه نفس میکشید، در واقع به سیستم عصبی خود پیام میدید که همه چیز در امنیت هست. شما باید یاد بگیرید که نفس را از بینی به صورت عمیق بکشید و آن را برای چند ثانیه در ریه نگه دارید، سپس آن را بیرون دهید. این کار باعث می شود ضربان قلب شما کاهش پیدا کنه و سطح کورتیزول یعنی هورمون استرس پایین بیاد. تنفس آگاهانه یک پل ارتباطی بین جسم و روح شماست. هنر بخشیدن و رها کردن بارهای سنگین گذشته یکی دیگه از راه‌های پاکسازی ذهن است. بسیاری از ما سال هاست که خشمها و ناراحتی های قدیمی را در قلب خود نگه داشته ایم. کینه ورزی درست مثل این است که آدم زهر را بنوشد و انتظار داشته باشد شخص دیگر بمیرد. این بارهای عاطفی انرژی زیادی از ما میگیرد و مانع از آرامش روح می شود. پاکسازی روح و ذهن بدون بخشایش ممکن نیست. البته نباید بخشیدن را با تایید اشتباه دیگران اشتباه بگیرید. بخشایش در واقع یعنی شما تصمیم میگیرید که دیگر اجازه ندهید خاطرات تلخ گذشته حال شما را خراب کند. در واقع شما با بخشیدن خود را آزاد می کنید، نه دیگران را.
و این کار باعث می شود فضای خالی زیادی در روح شما ایجاد شود و این فضای خالی با آرامش و عشق پر می شود. ارتباط با طبیعت و سپردن خود به آغوش زمین از راه‌های دیگه پاکسازی ذهن هست. طبیعت بزرگترین درمانگاه برای روح انسان هست. وقتی شما در میان درختان راه می روید یا صدای آب جاری را می شنوید، فرکانس های بدنی شما تغییر می کند. شما باید بدانید که زمین دارای یک بار الکتریکی است که وقتی شما با پای برهنه روی خاک یا چمن راه می روید، این بار منفی استرس ها از بدنتون خارج میشه. این اتفاق را ارتباط با مادر زمین می نامند. ارتباط با طبیعت باعث می شود که شما از حالت تفکر منطقی و سخت خارج شوید و به حالت شهودی و آرام برگردید. رنگ سبز طبیعت تأثیر مستقیمی بر کاهش ضربان قلب و آرامش اعصاب دارد. طبیعت باعث می شود که ذهن شما از حالت تحلیل مداوم خارج شده و وارد حالت مشاهده‌گری برسد. پاکسازی ذهن با مدیتیشن صوتی یکی از مؤثرترین و سریعترین روش‌ها برای رسیدن به آرامش عمیق استفاده از مدیتیشن صوتی هدایتگر هست که برای شما عزیزان از این مدیتیشن های صوتی طراحی کردم و در آینده نزدیک در کانال میگذارم. بسیاری از افراد در ابتدای مسیر مدیتیشن دچار مشکل میشن چون نمیدونن چطور افکار خودشون رو متوقف کنن. درست در همین مرحله هست که میتونید از مدیتیشن صوتی استفاده کنید، چون در این روش راهنما شما را از طریق صدا به سفری درونی میبره. این مدیتیشن های صوتی تمرکز رو بالا میبرن و استرس رو کاهش میدن. این روش برای کسانی که ذهن بسیار شلوغی دارن عالی هست، چون اجازه نمیده ذهن دوباره به سراغ نگرانی ها بره. شما با گوش دادن به مدیتیشن های صوتی در واقع یاد میگیرید که چگونه به ذهن خود مسلط بشین. به هر حال جسم و روح دو روی سکه هستند. وقتی بدن شما سمی باشد، ذهن نیز نمیتواند شفاف باشد. افکار سمی در بدن باعث ایجاد مه ذهنی میشن که در اون شما نمیتونید درست تصمیم بگیرید و مدام احساس سنگینی میکنید. سعی کنید تغذیه سالم داشته باشید و آب کافی بنوشید. حمام‌های نمک یا ماساژهای آرامش بخش بگیرید و خلاصه اینکه مجموع همه این کارهایی که گفتم باعث کاهش استرس در بدن میشه و به بازگشت آرامش در وجود شما کمک میکنه. آرامش در جایی خارج از وجود شما نیست، بلکه آرامش و سکوت در مرکز وجودی شماست. پاکسازی ذهن یک سفر مداوم است. حتی زمانی که مدیتیشن انجام می دهیم، گاهی اوقات شاید دوباره دچار هرج و مرج شویم، اما باید بدانیم برای برگشتن به سکوت و آرامش باید دوباره به دنیای درونی خودمون برگردیم. در واقع من سطحی یا همان ایگو که در ویدیوی قبلی در موردش صحبت کردیم، در واقع جایگاه هرج و مرج و افکار مغشوش هست. اما برای عبور از ایگو یا افکار من سطحی باید به سکوت عمیقی رسید که سالها پیش در کودکی اون رو تجربه می کردیم. شما لایق آرامش هستید و هیچ اتفاقی در دنیا نباید شما را از این حق محروم کند.
همین الان تصمیم بگیرید که با خودتان مهربانتر باشید. موفق باشید و همیشه در آرامش.